خدایی خدا کند که بیایی، الا که راز خدایی خدا کند که بیایی، تو نور ارض و سمایی خدا کند که بیایی. شبی که بی تو برآید خدا کند که نباشد، سرآید و تو برآیی خدا کند که بیایی. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرة الایام، السلام علیک یا بقیة الله. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما مردم عزیز و نازنین، بینندگان گرانقدر برنامه یاد خدا شبکه قرآن و معارف سیما. خیلی خیلی خوش آمدید به این برنامه. توفیق داریم این شبها و روزها از مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان و منتظران امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، در خدمتتون باشیم و برنامه یاد خدا رو تقدیم میکنیم. حالا هوای شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران هم ویژه است و این هفته صلی الله علیه عسکری علیه السلام و آغاز امامت و ولایت مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و ما با افتخار با شما هستیم. البته شهر قم و به ویژه مسجد مقدس جمکران این روزها مهمان‌های ویژه هم داره. عزیزان زائری که مشرف شده بودن کربلای معلا، اربعین امام حسین علیه السلام، عزیزان پاکستانی ما، شیعیان پاکستان، شیعیان افغانستان، این روزها مأمن و پناهگاهشون شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران هست که خب ما چهرهشون رو در شهر و دیارمون زیارت میکنیم و الحمدلله حضورشون رو در این فضای نورانی و ملکوتی میبینیم. و البته ما دعاگوی تک تک شما دوستان عزیز هستیم و انشالله هر شب یا بگم هر عصر هر غروب برنامه یاد خدا رو از این فضا همراهی بفرمایید. صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی النبی، صلی الله علی محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه یاد خدا یکی از مؤلفه‌ها و ویژگی‌هاش اینه که الحمدلله در خدمت اساتید و کارشناسای خوب، خبره، خوشبیان و خوش سخن هستیم و الانم توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین از آقای هدایت عزیز باشه. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیز. خدا رو شکر میکنم. یه نکته خوبی رو اشاره کردین عزیزان زائر پاکستانی، هندوستانی، افغانستانی. داشتم می اومدم چه جمعیتی از اتوبوس‌های این عزیزان که همه بوی اربعین میدادن و هنوز بوی امام حسین علیه السلام رو در شهر ما، در کشور ما دارن منتشر میکنن. خیر مقدم باید عرض بکنیم خدمت همه شیعیان خوب دنیا که وارد کشور ما شدن، وارد شهر ما شدن، وارد این مسجد مقدس شدن و انشاءالله ما بتونیم میزبان خوبی برای شیعیان زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم. تبریک عرض میکنم محضر همه عزیزان ورود به ماه ربیع الاول رو، ماه پیغمبر اکرم، ماه امام صادق علیه السلام، ماه خود امام زمان علیه السلام و پدر عزیزشون که در این ماه هستش که امام زمان علیه السلام به امامت میرسن. محضرتون البته باید یه تسلیت هم بگیم به خاطر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر آقا جانمون امام زمان علیه السلام، که در پایان همین هفته ما این شهادت رو داریم. خدا رو شکر میکنم که محضر عزیزان در این مسجد هستیم و میخوایم درباره آقا جانمون امام زمان با هم صحبت و گفتگو بکنیم. در خدمتتون هستم. سلامت باشین. خواهش میکنم. بزرگوار است. این نکته رو من دلم نمیاد چون حالا بحث عزیزان زائر هندوستانی و پاکستانی و افغانستانی شد ازش بگذرم، این که اینها فقط در کشور خودشون بعضی هاشون تا برسن به مرز ایران آجا هزاران کیلومتر راه رو باید بیان تازه برسن به مرز ایران. بعد از اونجا هم که حالا بیان این سمت، چون
کلیه عزیزان زائر غیر ایرانی هم از چذابه خارج شدن، یعنی یک مسیر کل ایران رو باید سفر بکنن تا برسن به مرز عراق، بعد از اون سمت هم برن کربلا. واقعا یک مسیر بسیار طولانی، سخت و دشوار، اما عاشقانه طی میکنن برای عشق و ارادتی که به محضر سید الشهدا داره. خب شاید اینا هم خودش هم یک مثال خوبی باشه برای بحث و گفتگوی ما، برای شروع بحث ما، که اصلا ما قرار هست که تو این هفته بحث یاری امام زمان ارواحنا له الفدا رو بهش بپردازیم و اینکه چه ویژگی ها، چه مؤلفه هایی میتونه داشته باشه اگر بخوایم یار و یاور حضرت باشیم در عصر غیبت و انشالله در عصر ظهور چی کار باید بکنیم. خدا شاهد، توی ذهن من همین اومد. این اتوبوس‌های عزیزان پاکستان رو می‌دیدم و عزیزان دیگه که اومدن، گفتم واقعا اینا یار امام زمان الان نیستن، واقعا این عزیزان برای ظهور حضرت کافی نیستن. ما گاهی اوقات دور و بر خودمون می‌بینیم امام زمان در دنیا خیلی عاشق داره، خیلی آدم داره. ببین تمام این زوار 40 عاشق امام زمان هستن، تمام اینها برای یاری حضرت آماده هستن. یه مقداری واقعا بشینیم صفحه این زائران امام حسین رو مطالعه بکنیم، خصوصیاتشون رو، به همین جواب سوال شما میرسیم. من یه مقداری ریشه‌ای تر اول بگم. مقام یاری امام زمان یه مقام خیلی عظیمیه. ما الان مثلا راحت به زبانمون جاری میشه که اللهم عجل ولیک الفرج واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و شیعته و محبی. این کلمات مثلا گاهی اوقات آدم نمیفهمه که چه درخواست عظیمی داره و مقام یاری امام زمان چقدر مقام بزرگیه. من تو تاریخش رو بگم. من میگم اول منتظر امام زمان علیه السلام، منتظر ظهور، خود خداوند متعاله. خدا مقام انتظار داره. من این رو از این آیه قرآن میفهمم. از امام صادق علیه السلام سوال کردن الذین یؤمنون بالغیب یعنی چه؟ ابتدای سوره بقره. امام صادق علیه السلام فرمودن الغیب هو الحجة الغائب، یعنی یؤمنون بالحجة الغائب. از خصوصیات مؤمن اینه که ایمان و اعتقاد داره به امامی که خواهد آمد و هیچ وقت از این اعتقاد دست نمیکشه، از این ایمان دست نمیکشه. گفتم آقا چرا شما اینجوری قرآن رو تفسیر کردین؟ شاهدتون کجاست؟ بله. امام صادق علیه السلام فرمودن سوره یونس آیه 20 انما الغیب لله، غیب برای خداست. خداوند متعال نفرمود انما الغیب الله، نگفت غیب خداست. دیدین این آیه رو معمولا اینجوری ترجمه میکنن یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون بالله، کسانی که ایمان به خدا دارن. امام صادق فرمودن اگر خدا میفرماد الغیب الله این درست بود، اما خدا میفرماد انما الغیب لله، غیب برای خداست، خدا مالک غیب است. پس این غیب یه شخصی است که خدا مالک اوست و او بنده خالص خداست. انما الغیب لله. خب فانتظروا، منتظر این غیب باشید. انی معکم من المنتظرین، منم منتظر هستم. البته میدونید خدا اسیر زمان و مکان نیست، منتظر یه زمان خاصی برای خدا خیلی معنا نداره. اما قله اوج بشریت که خدا این قله رو دوست داره، خدا میخواهد بشر به اینجا برسه، ظهور حضرت امام زمان علیه السلام. مرتبه بعدی عشق خود پیغمبر اکرم و همه انبیا نسبت به امام زمانه. حالا یه بحث مفصلیه که 124,000 پیغمبر انتظار دولت کریمه امام زمان رو میکشن. یک بیان بکنم از این مرتبه انبیا بگذریم. نه وجود نازنین پیغمبر اکرم داره که پیغمبر اکرم توی مسجد نشسته بودن، قصه‌دار، ناراحت، سلمان، ابوذر، مقداد میرسن محضر پیغمبر. یا رسول الله اخبرنا بغمک و تفکرک و تشوقک. آقا اشتیاقت به چیه؟ آقا قصه‌دار چی هستی؟ آقا انتظار چی رو میکشی؟ پیغمبر اکرم فرمودن اخبرکم ان شاء الله، ثم تنفس و قال ها شوقا الی اخوانی. به به به. یه نفس کشیدن، بعد فرمودن وای که چقدر اشتیاق دارم به برادرانم، دلم تنگ شده دلم تنگ شده براشون.
سلمان ابوذر مقداد آقا جان مگه ما برادر شما نیستیم؟ آقا دیگه منتظر چی هستیم؟ ما هستیم کنار شما. پیغمبر فرمودن انتم اصحابی و هم اخوانی. این برادران پاکستانی هم برادران افغانستانی هم هندوهای عزیز همه اینها جبهه مقاومت فلسطینیای عزیز، همه این عزیزانی که الان شور دارن برای جامعه امام زمان، این دارن حرکت میکنن، صرفا هم یه شور نیست، اقدام دارن میکنن. همین شهدای مایی که برای وجود نازنین امام زمان خون دادن، به شهادت رسیدن، اینا همین برادران من هستن. بعد حضرت فرمودن که یا علی اعجب الناس ایمانا و اعظمهم یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان. علی جان دیگه اوج ایمان، اون اصلا عجیب ترین انسان ها از نظر یقین، از نظر ایمان کسانی هستن که در آخر الزمان هستن. لم یلحق نبی، به پیغمبری ملحق نشدن، پیغمبری رو ندیدن، در دوره پیغمبری نبودن. و حجب عنهم الحجه، امامشون براشون محجوبه، امام پشت پرده غیبته. و آمنو به سواد علی بیاض، اما به نوشته های روی سفیدی چنان ایمان دارن که دارن انگار امام رو میبینن. جوری کلمات اهل بیت رو کار میکنن که انگار خود اهل بیت داره باشون صحبت میکنه. چه چیزی این مردم رو اینجا کشونده؟ این که میگن امام زمان راضی هست که ما در این مسجد دوره هم جمع بشیم، بیاد حضرت باشیم. همین ببین شبای چهارشنبه اینجا چه خبره، جای زیرانداز انداختن نیست. آمنو به سواد علی بیاض، یک باورهای عجیبی دارن، یک اعتقادات راسخی دارن. عشق امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب غیبت نعمانی داره. یه نفر اومد به امیرالمؤمنین عرضه داشت، جاء رجل الی امیرالمؤمنین یا امیرالمؤمنین نبئنا به مهدیکم، از مهدیتون چه خبر؟ ببین چقدر عجیب. زمان امیرالمؤمنین مردم دغدغه هاشون وجود نازنین این آقاست، امام زمان علیه السلام، که این مسجد به یاد و به نام حضرت هستش. حضرت فرمودن آهی کشیدن و اومع بیده الی صدره و قال شوقا الی رؤیته، شوقا الی رؤیته. من علی چقدر منتظر وجود نازنین امام زمان هستم. عزیزانی که دارین بحث ما رو میبینید، افتخار بکنید به انتظار حضرت، به شوق وجود نازنین حضرت، به این که ما خودمون رو آماده بکنیم برای یاری حضرت. این آرزو، این انتظار، این شوق در وجود قبله بشریت، بهترین هستی یعنی پیغمبر اکرم و وجود نازنین امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. و ما تو روایت هم داریم که افضل الاعمال انتظار الفرج، در واقع همین که نفهمودن افضل العبادات و همین که در واقع عمل یعنی یک حرکت، یک جنبش، یک کاری بکنیم. دقیقاً. من که واقعا معتقدم اهل بیت علیهم السلام که به میدان حاکمیت و مدیریت جامعه اومدن، اینا زمینه ساز اون دولت نهایی بودن. یعنی اون دولت نهایی امتداد وجود نازنین امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین زمینه رو ایجاد کردن برای اون دولت، همشون حرکت کردن، همه اهل بیت، حتی اونایی که حکومت دستشون نبود حرکت کردن برای زمینه. صحیفه سجادیه مال چیه؟ حالا من میگم الان ببینید تو صحیفه سجادیه، چون اسم صحیفه سجادیه رو گفتم، تو صحیفه سجادیه دعای 47 که دعای عرفه امام سجاد علیه السلام هست، دعا میکنه برای منتظرین ایام ظهور حضرت. المنتظرین ایامه، همین افرادی که الان اینجا هستن منتظرین ایام هست. آقا من برگردم، مادر سادات، مادر امام زمان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یک لوحی دارند که جابر ابن عبدالله انصاری این لوح رو از مادر، از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته. تو این لوح حضرت زهرا اینجوری خبر دادن. میدونین لوحیه که حضرت زهرا از اهل بیت علیهم السلام بیان دارن. و اکمل ذالک به ابنه میمه میمدال، که گفتن که اسم حضرت رو در دوران
غیبت نگیم. رحمتا للعالمین علیه کمال و موسی و بها و عیسی و صبر و ایوب. حضرت تونتون شروع کردن که تمام زیبایی های انبیاء گذشته در وجود همه جمعه. جانم آنچه خوبان همه دارن آقا یک جا دارن. احسن. بعد حضرت میفرماید که تمام یاران حضرت در برابر حضرت سر به زیر هستند و دشمنان از ایشون خائفین، مرعوبین، وجلین، از ایشون میترسند. بعد حضرت فرمودند که اون کسانی که امام زمان رو یاری میکنن اولئک اولیاء حقا، اینها شیعیان واقعی من هستند. بهم ادفع کل فتنه. دیگه از این میگذریم. ببینید پس حضرت زهرا سلام الله علیها خبر ظهور امام زمان و خبر یاران حضرت، دشمنان حضرت رو در اون لوح بیان کردند. فضای بعدی عشق امام باقر علیه السلام. من خلاصه میگم و اینا الان دلم میخواد، میدونم بینندگان عزیز گفتن چرا آقا از امام حسین نمیگی. میگم آقا امام حسین علیه السلام جان عالم فداشون بشه، وارد اون وداع آخر وارد خیمه امام سجاد شدن، وصایای خودشون رو به امام سجاد فرمودن. بعد این جمله رو فرمودن یا ولدی یا علی. میدونید حضرت وقتی میخواستن از خیمه خارج بشن جان داشت از وجود نازنین امام سجاد خارج میشد. عمه جان عصای من رو بده، شمشیر من رو بده، باید برم در برابر دشمن بایستم، از پدرم دفاع بکنم. امام حسین اصلا فرمودن پسرم نگران نباش، یا ولدی یا علی والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. به خدا قسم خون من از جوشش نمیفته. پسرم فکر نکن من الان شهید میشم حسین تمام شد. خون من از جوشش نمیفته تا زمان ظهور فرزندم مهدی. یعنی جریان انتظار حضرت جوشش میگیره با شهادت من. این جوشش باعث میشه یاران من تربیت بشن و این باعث میشه که به ظهور حضرت منجر بشه. بارزش رو ما در اربعین میبینیم دیگه. دقیقاً. حضور میلیونی این همه عاشق. ما خودمون یه بحث جدی داریم که اصلا اربعین خصوصا تو این چند سال اخیر که رونق جدی گرفت جریان مشایع امام حسین، کارگاه تربیت یاران امام زمان علیه السلام. و اگر این جریان اربعین امتداد پیدا بکنه طول سال، قطعا امام زمان ظهور پیدا میکنن. ما معتقدیم حلقه اون ضعف ما در جریان ظهور حضرت، اون چیزی مانع ظهور حضرت اینه که ما ارتباطات اربعینی رو بعد از اربعین بین خودمون حفظ نمی‌کنیم. این نقصه. اینکه خود امام زمان، چون حضرت اشاره کردین عرض میکنم، خود امام زمان فرمودن ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد. اگر قلباشون در اون عهدی که با ما دارن متصل بشه، ما ظهور پیدا میکنیم. لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. اگر این اجتماع قلوب اتفاق بیفته، همون اجتماع قلوبی که تو مشایع اربعین هست، این ادامه پیدا بکنه در نصرت و یاری ما، قطعا ظهور ما محقق میشه. امام باقر رو محضرتون عرض میکردم در کتاب غیبت نعمانی از ابو خالد کابلی، امام باقر علیه السلام فرمودن که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق. میبینم یه عده‌ای از مشرق قیام میکنن، خروج میکنن، یطلبون الحق، که مرحوم آقای کورانی این روایت رو به جریان انقلاب اسلامی تفسیر میکنن، در کتاب خودشون مفصل بحث میکنن که این عده‌ای که یطلبون الحق منظور همونایی بودن که یاران امام خمینی که واقعا دنبال احقاق حق بودن و این زمینه سازی ظهور رو ایجاد کرده. حضرت مفصل بیان میکنن. بعد این رو میفرماید اما انی لو ادرکت ذلک، اگه من اون دوران آخر زمان رو درک بکنم، لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، دیگه خودم رو حفظ میکنم که به ظهور برسم برای یاری امام زمان. خیلی با امام باقر میفهمد من اگر آخر الزمان رو درک بکنم، دیگه یه فضایی رو ایجاد میکنم که دیگه به امام زمان برسم و حضرت رو هم یاری بکنم. لاستبقیت فقط حفظ جانی نیست، حفظ دینم هست، حفظ خلاصه همه شرایط ظهور هست. عشق امام صادق علیه السلام که قواست. من نمیدونم الان اگر فرصتی داریم من اینم بگم بعد بیا بریم برای خیلی خوب. ببینید ما یه دعایی داریم به نام دعای ندبه. این دعای ندبه مال امام صادق علیه السلامه.
هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا. آقا دارم دیگه طاقتم سر اومده، میخوام ببینم، میخوام بهت برسم. یا ابن احمد راهی هست بیام پیشت؟ ابرد و امزیتو و عزیزون علی ان علی الخلق ولا ترا. آقا خیلی سخته همه رو ببینم تو رو نبینم. تو روایت، این متن روایت خلاد ابن صفار نقل میکنه، میگه اومدم محضر امام صادق علیه السلام، گفتم که آقا هل ولد اسم خاص رو بیان کردن، من میگم مهدی، هل ولد المهدی. حضرت فرمودن مهدی ما به دنیا اومده باشه، لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. این که میبینید من اینجا هستم به خاطر اینکه هنوز مهدی ما بدون، من اینو میفهمم هنوز مهدی ما به دنیا اومده، ولی اگه ایشون به دنیا اومده بود که من در خدمت حضرت بودم. لخدمته ایام حیاتی، همه عمرم رو در خدمت حضرت بودم. درست. من موضوع بحث مقام یاری امام زمانه. درست. این مقامیه که امام صادق انتظارش رو میکشه، امام باقر انتظارش رو میکشه. خب حالا انشالله گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خیلی نکته مهمی هست و من داشتم با خودم فکر میکردم که واقعا این چقدر مقام ارزشمندیه. اگر ما میگیم ما منتظر هستیم، اگر ما دعا میکنیم برای ظهور امام زمان ارواحنا لها الفدا، اگر خودمون رو آماده میکنیم، اگر مقدمه ساز ظهور حضرت هستیم، در واقع داریم کار رو انجام میدیم که خواسته امام معصوم و ولی خدا امام صادق، امام باقر، سایر ائمه علیهم السلام هست که انشاءالله تو این مسیر هممون موفق و پیروز باشیم و برسیم به اون چیزی که رضایت حضرت مهدی موعود ارواحنا لها الفدا هست. از شهر مقدس قم، از عشق آل محمد و از جوار حرم نورانی و ملکوتی بیبی جانمون کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان و منتظران امام زمان ارواحنا لها الفدا، برنامه یاد خدا رو تقدیم حضور شما میکنیم. ان شاءالله این هفته ما هر روز در خدمتتون هستیم و از این فضا، از مولامون، از آقامون، از امام زمان ارواحنا لها الفدا خواهیم گفت و حاجای هدایت باز هم از یاریگری امام زمان برای ما خواهند گفت. آماده بشیم انشاءالله. امام صادق علیه السلام بعد از نماز دستشون رو می آوردن بالا، بعد اینجور دعا میکردن: اللهم انجز لولیک و ابن نبیک الداعی الیک باذنک، اللهم ایده بنصرک و انصر عبدک و قو اصحابه. خدا یاریش بکن، یارانش رو یاری بکن، ظهورش رو برسون. میگه که من اومدم پیش حضرت گفتم آقا الیس قد دعوت لنفسک، دیگه خود دعا میکنه دیگه کیه که غیر از شما بخواد این کارو بکنه؟ حضرت فرمودن دعوت لنور آل محمد و سائقهم و المنتقم به امر الله من اعدائهم. من برای خودم دعا نمی کنم، من برای نور اهل بیت دارم دعا میکنم، برای اون فرزندی از خودم که قیام خواهد کرد، انتقام ما اهل بیت و انتقام امام حسین رو از دشمنان میگیره. ببینید امام صادق تمام شرایط یک منتظر و یک یار امام زمان رو داره به همه نشون میده. دعا بعد از نماز، حالت انتظاری که از سبک زندگی عادی خارج بشه. سدیر سیرفی میگه دخلت انا و المفضل، من و مفضل و ابو بصیر و ابان ابن تقلب، یه عده از فقهای مدینه و کوفه محضر امام صادق علیه السلام رسیدیم. فرعیناه جالسا علی التراب و علیه مسح خیبری، یه لباس مخصوصی پوشیده بودن، رو زمین نشسته بودن، بلا جیب، خصوصیات رو بیان میکنه. و هو یبکی بکا الواله ثکلا ذات الکبد الحرا، با یه جگر سوخته‌ای مثل یه مادری که فرزند از دست داده بلند بلند گریه میکنه. واله یعنی عاشق. الان من تو همین جمکران یه عده‌ای نگاه بکنید، چه قبل نماز چه بعد نماز دارن عاشقانه دعا میکنن، عاشقانه اشک میریزن، مثل یه کسی که فرزندی از دست داده، واقعا منتظره. بعد حضرت گفتیم که آقا چجوریه وضعیت، شما این شکلی هستین؟ حضرت هو یقول سیدی غیبتک نفت رقادی و ضیقت علی مهادی و ابتزت منی راحت فؤادی. آقا جان غیبت تو خواب رو از سر من رو بوده، زندگی عادی رو برای من تنگ کرده. اگر کار میکنم، اگر خرید میکنم، اگر ازدواج میکنم، فقط دنبال این هستم که زمینه ظهور شما رو فراهم بکنم.
یوسف به یک دقیقه جنبندی استاد ببخشید. بله فرصتمون تمامه. بعد حالا بعد یه حضرت اون دعای عهد رو من میخوام عزیزان صبح که از خواب بالا میشین دعای اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا، خدای اگر بین من و محبوبم مرگ فاصله انداخت میخوام بعد از برگردم، میخوام آقا رو یاری بکنم. ببین اینجوری یک فضایی رو کار دارن میکنن اهل بیت که بگن آقا منتظر یه زندگی عادی نداره، ما اهل بیت با اون همه مقاممون برای اون دوران داریم انتظار میکشیم. شمایی که تو زمان حضرت هستیم آی عزیزان، یوم ندعو کل اناس به امامهم، امامی که ما رو صدا میزنن این آقاست. ما خیلی مسئولیتمون شدید و سنگینه. انشاءالله این بحث رو ادامه میدیم. انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جای هدایت، تشکر میکنم از شما و همچنین از نگاه و لطف و عنایت و مرحمت شما مخاطبین عزیز، بینندگان گرانقدری که برنامه یاد خدا رو از جمکران مقدس همراهی میفرمایید. شک نکنید که ما اینجا یادتون هستیم، به یادتون قدم میزنیم، قدم برمیداریم، نماز میخونیم، به یاد حضرت هستیم و انشاءالله شما هم به روزی شاهد باشیم که اینجا تشریف بیارید و مشرف بشید و حال هوای جمکرانی و امام زمانی داشته باشید. خیلی خوشحالیم که این روزها خدمتتون هستیم. فردا هم هلوش ساعت 18 منتظر باشید. دلهاتون با نگاهتون جمکرانی خواهد شد. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. سایتون کم نشه. التماس دعا و خدا نگهدارتون.